سلام، من بهار هستم. به کانال من خوش اومدید. امروز اومدم با آموزش یه شیرینی قطاب خیلی راحت و خوشمزه که میتونید توی خونه برای عید درست کنید. برای درست کردن این قطاب ها 2 مرحله داریم. مرحله اول تهیه خمیر هست که توی این مرحله ما به آرد، ماست و روغن نیاز داریم. خب مرحله اول رو شروع می کنیم. ماست و روغن و آرد رو با هم مخلوط می کنیم. تو این مرحله نیازی نیست ما خمیرمون رو خیلی ورز بدیم. میتونیم با لیسک مواد رو با هم مخلوط کنیم تا مواد جمع بشه. دلیل این کار هم اینه که نباید خمیر ما به روغن بیفته و اگر این اتفاق بیفته مطمئناً خمیر ما خراب شده. خب میبینید که من خمیرم رو آماده کردم. خیلی کم با دستم ورز دادم، جمع کردم خمیر رو و الان میذارم توی نایلون و به مدت نیم ساعت توی یخچال استراحت میدم. خب برای تهیه مواد داخل قطاب من از مخلوط پسته و گردو استفاده کردم. پودر قند رو بهش اضافه میکنیم، با هم مخلوطش میکنیم و وقتی که مخلوط شد گلاب و هل رو اضافه میکنیم. شما میتونید از پودر بادوم هم استفاده کنید و توی این مرحله کاملا سلیقه‌ایه. یادتون نره کانال منو حتما سابسکرایب کنید، همراه من باشید که هر هفته قرار شیرینی ها و کیک های خوشمزه ای رو با هم درست کنیم. توی مرحله وقتی موادمون حالت خمیری شد گوله های کوچیک درست میکنیم. حالا بستگی به اندازه قطاباتون هم داره. اگه قرار قطاب های خیلی کوچیکی درست کنید این گلوله ها رو خب خیلی باید کوچیک تر درست کنید. من میخوام یه سایز متوسط یا همون سایز قطاب هایی که بیرون هم هست تو اون سایز درست کنم. خب نیم ساعت شد و خمیر من آماده شد. از از یخچال آوردمش بیرون و حالا هم میتونیم با وردنه پهنش کنیم، هم با دستمون میتونیم شکل بدیم. توی مرحله هر طور که راحتین میتونیم این کار رو انجام بدیم. خمیرمون رو باز میکنیم، یکی از این گلوله های مخلوط پسته و گردو رو داخلش میذاریم و تو این مرحله خیلی مهمه که کاملا خمیر به هم بچسبه، چون موقع سرخ شدن یا توی باز نشه. میزان موادی که لازم هست رو براتون نوشتم. نکاتی که باید رعایت کنید رو براتون نوشتم، حتما بخونید. و باید بهتون بگم که واقعا این قطاب در کنار این که خیلی خوشمزه است خیلی هم راحته. اگه کاتر دایره هم داشته باشید میتونید خمیر رو پهن کنید، با کاتر شکل‌های دایره رو در بیارید و بقیه مراحل رو انجام بدید.
خب خمیرها آماده شده، من پیچیدمشون، روغن رو گذاشتم داغ بشه و الان میتونم قطاب هام رو سرخ کنم. فقط حتما بذارید که روغنتون کاملا داغ بشه. خب وقتی قطاب هاتون سرخ شد، خنک شد، مرحله آخر مرحله‌ای که شما باید قطاب ها رو توی پودر قند بغلتونید تا کاملا با پودر قند پوشونده بشه. ممنون میشم نظرات خودتون رو به هم بگید در مورد کانالم، اینکه دوست دارید که چه آموزش هایی داشته باشیم و خیلی خوشحال میشم که همیشه همراه من باشید. قطاب های ما آماده شده. من با همون مخلوط پودر پسته و گردویی که داشتم روشو تزیین میکنم. شما با سلیقه خودتون هر طور که دوست دارید میتونید این کار رو انجام بدید. حتما درستش کنید. بازم میگم قطاب خیلی راحتیه و خیلی خوشمزه است. هر سوالی هم که دارید میتونید تو کامنت ها ازم بپرسید. پیشاپیش سال نو رو بهتون تبریک میگم. امیدوارم که سال خیلی خوبی رو پیش رو داشته باشید.